دختره که میگه فلانی پرینی منای با زبان حال گفته است که من فاحشه هستم، فلانی شوهر بینکاهی من هستای. یعنی با زبان حال اقرار میکنه که من یک زن فاحشه هستم. همچنین مرد که میگه عروسی منای میگه، یعنی با زبان حال گفته است که من یک مرد زیناکار هستم. او عروسی منای میگه او یعنی زنی بینکاهی من هستای. سبحان الله، این سخنها در بین جوانها اینقدر زیاد شده است دیگه بیباک در پوبلیکا همین خیلی صحنه‌چه ها را میکنن. یعنی یک زن مسلمانی تاجیک یک نمود نشان میتین که یک زن نشان میتین. او روز یک صحنه‌چه های افندی را دیدم، یک دختر است میگه که من هیچ کدام پرینم باشه، یعنی گویا برای او پریناش زیاد بوده است و نمیدونه او زنگ زدگی کدام پرینش بوده است. سبحان الله. یعنی او کسایی که در بالای منبر هستند، یعنی همین شبکه‌های اجتماعی به مثل منبر هستند که هر کسی که بالای اینجا میبرویه تأثیر بد یا نیکی خودش به مردم میگذاره. ولی این خیل دخترها، این خیل مردهای به حیای زیناکار در پوبلیکا میبرویند، سخنهای گپ میزنن که نسل جوان فاسد میکنن. شما تصور کنید یک دختر، یک زن مسلمان دعوای مسلمانی داره، سر فرمای اروپایی میبره درباره پرین بازی ها و درباره پرین داشتنش گپ میزنه. اگرچه صحنه‌چه حجوی ای، ولی نگاه کنه که این تاثیر منفیش در جوانات چه خیل میگذاره. دختری که نو به بلاغت میرسه و این خیل صحنه‌چه ها رو میبینه، از این خیل صحنه‌چه ها چی برداشت میکنه، چی را میفهمه. یعنی همین خیل فکر میکنه که یعنی پرین داشتن یگان کاری گناه نیست، کاری عادی ای. همین کسایی که در منبر میبرن، یعنی همین شبکه ها میبرن، همین خیل چیزها را رکلام میکنن، در واقع زیناکاری را ترغیب میکنن. همون مردهای بی غیرتی که میبرن صحنه‌چه های بالای پاستل، صحنه‌چه های خیانت از خیانت های زن و شوهری را همین خیل در روی صحنه میبیارن، در واقع زیناکاری را، بی حیایی را در بین امت محمدی پهن میکنن. کسایی که همین خیل بلاگری همین خیل صحنه‌چه ها را مثلا در پوبلیکا میگذاری، از الله بترسه. با این کارتون شما معاون های شیطان میشوی، بی حیایی را در بین امت محمدی پهن میکنی. از الله بترسه. خصوصا همون زنهایی که بلاگر هستن همین خیل نوارها را پهن میکنن.